این هفته خبر تو خبر داره براتون. از پرت و پلاهای آخوند رئیسی تو دوره‌گردی‌های استانیش که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه. مردم رو نمیشه با شعار دوست داشت، مردم رو باید اونجوری که امام دوست داشته باشیم. اونی که امروز رهبری چطور مردم رو دوست داره؟ حقیقتاً به مردم عشق می‌ورزه. احمق این شما و این هم یه نمونه از عشق ورزیدن به مردم به سبک خمینی دجال. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد می کند جامعه را، از شر این نجات میداد جامعه را. حالا یه نمونه از تشر زدنهای این هیولا به نوه خودش رو هم ببینیم که به اندازه کافی گویاست. برای اینکه در یک شب بریزن کودتا کنند و همه اشخاصی که احتمال میرد یک کاری ازشون بیاد. مردم ایران هم جای جاش جواب خمینی و خامنه‌ای و سگ و سیله هاشون رو به شایسته ترین شکل ممکن میدن. من روز یکشنبه طبق روال 10-12 سالی که این منطقه هستم رفتم پارک نزدیک خونم 1 ساعت پیاده روی کنم. یه خانومی با 2 قلاده سگ ورود کرد به پارک. به خانم گفتم پارک جای سگ نیست. برگشت گفت نه جای سگای مثل شماست که همه جا رو گرفتید. که این خانم یورش کرد سمت من، پرید منو انداخت توی آب. دید گیج شدم، افتادم زمین، شروع کرد به مشت و لغت زدن. من فقط صورتمو میگرفتم، ولی وقتی این خانم مشت و لغت میزد یا سرمو میکرد هیچ کس نیومد کمک کنه، اصلا هیچ کس کمک نکرد. خیلی ممنونم از هم سپاه، هم برادرای امر به معروف، هم دادستانی. برای ما هیچ جا نیست، ما هیچ جا رو نداریم. 43 ساله که تمام رسانه ها و رادیو تلویزیون و آموزش و پرورش دست آخونداست. بعد ببینید کارشناسای خودشون چطوری از تبلیغات دجالگرانه آخوندا حرف میزنن. اگر نگیم حالت تهوع پیدا کرده، شما اسم این حالت تهوع رو دارین میگذارید چی؟ گریز از دین. من میگم گریز از دین نیست. جامعه داره به ما هشدار میده، آلارم میده، میگه این نوع تبلیغ دین تو من قبول ندارم. میگیم چه نوع تبلیغ دین رو قبول داری؟ میگه من امروز دین رو میخوام در عمل ببینم. امام جمعه های خامنه‌ای هم اینطوری به ورشکستگی نظام در جذب جوانها اعتراف میکنن. چرا مساجد ما باید به اندازه فقط وقت نماز باز باشه؟ فضای به این خوبی چرا بهره برداری نکنیم؟ مدیران محترم مدارس، معلمان عزیز، والدین گرامی، همه باید تو این قضیه ورود جدی داشته باشیم. این دربها رو باز کنیم. حالا مثلا اگه قرار بشه در رو باز کنن چی برای عرضه دارن؟ یه نمونه از جنس‌های بنجولشون همون روزه سلام پسمانده است و خواننده‌اش که به این خالی بندی‌ها رو آورده. بعد اجرای کودکی رو دیدم که خیلی گریه میکرد. من خب بعد اجرا میبینم این بچه‌ها میان عکس بگیرن، گریه میکنن تو مسیر. من میبینم اینا گریه میکنن، وای میستم، حتی در ماشین رو وا میکنم، میگم بذار بیان گریه نکن. فکر کردم گریه اینم برای همینه. گریه میکرد. من یکی از رفقام آقا سید ابوذر ما روحانی خود مشهده اومد گفت گریه میکنه، گفتم میخواد عکس بگیره بیاد. گفت نه من برای عکس گریه نمیکنم. من از تو ذوقم خودم نه چرا اصلا نمیخواد با عکس بگیره. بعد آسید گفت گریت برای چیه؟ من آقا رو دیدم. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا که دارم بهش سلام میدم و دیدم اگه گریه کردم سر سلام که به خودش دادم. و این خیلی برام جالب بود که معلومه در 90 اینقدر پاکن، خیلی ارتباطاتشون قوی تر از امثال ما که ادعا داریم نوکرای این خانواده. البته عمر این نمایش‌های عظما زیاد طولانی نیست و 2 قدم بعد کله پا میشه.
حالا بشنوید از سر گاو ولایت در خبره اتمی و حرفای این گاو میشه ولایت که برای پایان تحریم ها منتظر افول آمریکاست. تا زمانی که آمریکا هست، تحریم هست، تا زمانی که آمریکا کشور رو به افوله، این مسئله حل میشه، تا چند سال دیگه حل میشه. ولی تا زمانی که این قدرت فعلی رو آمریکا داره که در حال کم شدن، تحریم هست، تا زمانی که تحریم هست شما باید تحریم ها رو دور بزنید، خنثی کنید، تقویت کنید وضعیت داخلی خودتون رو و بعد دور زدن تحریم هم هزینه داره. با این حساب معلوم میشه که بهره برداری عظما از لاشی برجام یه چیزی تو این مایه ها بوده. این حجت الاسلام مشنگ الدوله فکر کرده روزش ضبط نمیشه و دلش رو به حوزه‌های مخفی تو آمریکا خوش کرده. تو آمریکای شمالی حوزه علمیه داریم آمریکا نفهمد. تو کسی که نمیفهمد دیگه ضبط نمیشه اینجا. تو آمریکا الان حوزه علمیه داریم ولی نه تابلو مثل اینجا مؤسسه امام زهر صلوات الله السلام، نه تو خونه ها به عنوان شب نشینی به عنوان فلان تو خود کشور آمریکا مدت 20 سال قبل و حالا چه مقدار بیشتر شده توسعه من نمیدونم، من هفتاشون رو دیدم. حکایت تبلیغات این آخونده یه چیزی تو مایه‌های بازارگرمی این هندونه فروش برای آب کردن هندونه‌های کالشه. شوتی زبرو شیرینا تو یک جا تعمیر بکن. مشنگستان این هفته رو با سوتی استاندار گیج آخونده آغاز میکنیم که هنوز نمیدونه 5+1 یعنی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان. اقتدار داریم، عزت داریم و ما را در دنیا وقتی بحث مذاکره میشه میگن 5+1 یا 4+1 یعنی همه 4 نفر دنیا یه طرف هم جمهوری اسلامیه. یعنی عزت نیست برای ما؟ این بالاترین عزت برای ما. یعنی ما اول معلوم طنزهای پیک شادی بعد جوری جزا آخونده رو در آورده. ببینید این حجت الاسلام مونتاژی چه عمامه‌ای به زمین میزنه. دروغ‌هایی که به عنوان خبر پخش میشه قشنگ فیلم مونتاژ میکنن، کله اون رو میزن رو تنی رو میزن رو کله اون، حرف اینه میزن تو دهن اون، بعد میگی آقا فیلمشو دیدم. بابا خیلی راحت مونتاژ میشه کرد. امروز تکنولوژی یه جوری کرده که میتونه عیناً با صدای کسی حرفایی بزنه که تو عمرش تو عالم رویا هم نگفته، ولی می‌بینی فیلمش در اومده فلان کس داره این حرف میزنه، فلان کس داره این کار رو میکنه. لذا هیچ اعتماد به فضای مجازی نکنید. این کلیپ مضحک از مراسم استقبال از فرماندار سوادکوه هم حسابی تو مجازی اسباب خنده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ ستاد سید کاظم حسینی سوادکوهی حضور دکتر غلامی فرماندار محترم شهرستان سوادکوه را به روستای کاکرون خیر مقدمت می‌نمایم. حالا بشنوید از این لات کوچه های خلوت که وسط این هیروویری پیله کرده به فوتبالیستا. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداریم. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه. کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. یکی نیست به این جماعت بگه جای این حرفا و قمپوست در کردن ها سکوی مسابقات بوکستون رو درست کنید که توی یه مراسم رسمی چنین فضاحتی به بار نیاد.
وقتی حکومت دست دزدی مثل خامنه‌ایه، مملکت یه چنین دزدبازاری میشه. نکته جالب در این سرقت دزدیده شدن موتور سارق است. موتورم روشن گذاشتم برم کیف اون خانومو بگیرم. وقتی کیف اون خانومو گرفتم موتور رو بردم. این هم یه روز کاملا معمولی در ایران آخوندزاده که هیچی توش سر جاش نیست. تیویدی شو باز هم سوتی‌های همیشگیش. طرف عید قربان رو میگه عید فطر. رئیس جمهور همچنین در پاسخ تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان که به بهانه عید سعید فطر انجام شد گفت ایران بهترین دوست کشورهای همسایه در شرایط مختلف است. اینجا هم گزارشگرشون اومده گزارش بده، لوگوی میکروفونش رو برعکس زده. اینجا در این اتاق جلسات موضوعات مهمی برای مذاکره در دستور کار قرار داره، از حذف دلار، از مبادلات تجاری و بازرگانی تا استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین به جای سویفت و اتصال کارت‌های بانکی دو کشور. در پایان این شما و این آموزش زبان شیرین ایتالیایی به مختصرترین شکل ممکن. شما تو ایتالیایی به گربه چه میگین؟ گاتو. به دیوونه چه میگین؟ ماتو. به ساختن چیزی یا انجام دادن کاری چه میگین؟ فاتو. به موش صحرایی چه میگین؟ راتو. با این تفاسیر اگه بخوای بگی گربه دیوونه ایمون با یه موش صحرایی معامله کرد چه میگی؟ Il mio gatto matto ha fatto un patto con il ratto.